به اوربین خوش اومدید. من سوس هستم و امروز قراره که با هم چیزای جدید یاد بگیریم. خب موضوعی که امروز داریم ادامه بحث قبلی آشنایی با حوزه ها، ابزارها و فریمورک های مهم برنامه نویسی. بیا اولین نگاهی بندازیم به مباحث جلسه قبلی. خب مبحث جلسه قبلیمون اولین موضوعش توسعه وب بود که توی اون فریمورک اسفلت رو معرفی کردیم و یه توضیح کوتاهی در موردش دادیم. بعد از اون در مورد توسعه موبایل حرف زدیم و تو اون بحث هم به فلاتر و کاتلین پرداختیم. بعد از اون رفتیم سراغ توسعه بکند و توی اون موضوع جنگو و فست API رو گفتیم. بعد توی هوش مصنوعی از تنسورولو و پایتورچ اسم بردیم، توضیحاتی دادیم و بعد هم توی دیوآپس به کیوبرنتس پرداختیم که دیوآپس موضوع بزرگی بود و فقط یه نقطه ای ازش گذاشتیم در واقع. حالا این نگاهی بندازیم به مباحث این جلسمون، ببینیم چیا قراره بگیم. خب موضوع اول ما توسعه بلاکچینه. بلاکچین همونجوری که احتمالاً باهاش تا الان آشنا شدید و حداقل اسمش به گوشتون رسیده توی موضوعاتی مثل بیت کوین و رمزارز، بلاکچین از اسمش مشخصه زنجیره ای از بلوک ها. خب که همونجوری که تو عکس میبینین در واقع یه سری نود داریم ما، این نودها به هم متصل میشن مثل یه زنجیر و خب دیتا ها دیگه مثل قبل توی این مثل سرورهایی که داشتیم، سرور گوگل، سرور فیسبوک، به اینها محدود نیست و در واقع این دیتا توی همه اینها پخش میشه، با هم چک میشه و ساختارهای خاص خودشو داره که توی دوره‌ای که قرار به بلاک چین بپردازیم توش به صورت کامل، اونجا حتما همه این جزئیات رو میگیم. ببینیم توی بلاک چین چی داریم. خب تو زیر مجموعه توسعه بلاکچین اولین جو ابزار یا فریمورکی که می‌خوایم ازش اسم ببریم سولانا استیکاست. سولانا استیکا آماده شده برای اینکه ما بتونیم توی شبکه سولانا بتونیم بلاکچین های خودمون رو راه اندازی کنیم و خب چون سولانا خودش کارمزد پایینی میگیره، سرعت بالایی داره، قابل اطمینانه، گزینه مناسبیه واسه توسعه دهنده ها تا بتونن به خوبی باهاش کار کنن. حالا بریم یه نگاه جزئی تری هم میندازیم بهش. خب اونجا که میبینین نوشته که پشتیبانی از تراکنش های سریع با توان عملیاتی بالا. خب و که بهش اشاره کردم، سرعت بالایی داره، مطمئنه و همینطور که میبینین تو اینجا نوشته شده قادره که تا 50,000 تراکنش رو در ثانیه پردازش کنه. خب رقم خیلی خوبیه تقریبا برای کسی که میخواد بلاکچین کار کنه. این رقمیه که میتونه اگر بهش برسه در واقع به آرزوش رسیده. حالا موضوع بعدیمون توش استفاده برای توسعه اپلیکیشن غیر متمرکز. خب همونجوری که میدونید بلاکچین در واقع توی وب 3 استفاده میشه و خب واسه اینکه اپلیکیشن هایی باهاش کار کنن که غیر متمرکزه و اونجایی که گفتم سولانا کارمزد پایینی میگیره، در نتیجه هزینه های پایین تری رو برای استفاده ازش میتونه برامون داشته باشه. و خب همونجوری هم که باز میدونید از هر فریمورک یا پلتفرمی که میخوایم در موردش صحبت کنیم، یکی از مهمترین نکاتش کامیونیتی که داره. کامیونیتی سولانا هم خب خیلی کامیونیتی خوبی داره، کامیونیتی قوی داره، این باعث رشدش میشه. اگر یک فریمورکی چیز خوبی نداشته باشه، کامیونیتی خوبی نداشته باشه، احتمال رشدش واقعا پایینه دیگه. افراد جامعه این که باعث رشد اون جامعه میشن. توی موضوع سولانا استیکا به این بگم، این موضوع رو بهتون بگم که سولانا در واقع استیکاش بهتون اجازه رو میده که شما بلاکچینایی که میخواین رو با پایتون، جاوا اسکریپت و حتی راست توسعه بدید. برای موضوع API ها و سیستم های خاص خودش رو گذاشته، CLI داره واسه اینکه دسترسی داشته باشید. گزینه مناسبیه. اگر دوست دارین تو توسعه بلاکچین فعالیت کنید حتما باش آشنا بشید
میتونه خیلی کمکتون کنه توی این موضوع. و خب بحث بعدی که داریم توی فریمورک های زیر مجموعه بلاک چین سابستریت، همونطور که داریم میبینید. سابستریت یه فریمورک منبع باز اوپن سورس برای توسعه بلاک چین هایی که بلاک چین های جدید و قابل تنظیم در واقع، که خب ساخته شده واسه اینکه ما این کار رو بتونیم با هزینه کم و سرعت بالا انجام بدیم. اون چیزی که تقریبا هر برنامه نویسی دوست داره اینه که بتونه کاری سریع و با هزینه پایین انجامش بده. خب از این نظر گزینه خیلی مناسبیه و قابلیت اینو میده که بلاکچین های پیچیده رو انجام بدیم، بلاکچین های مقیاس پذیر رو انجام بدیم. از قابلیت هایی که داره، ماژول های قابل استفاده مجدد بهمون میده، قابل تنظیم، پشتیبانی میکنه از زنجیرهای جانبی، امنیت بالایی بهتون میده. و اصلا یکی از کارهایی که میکنه اینه که شما دیگه نیاز نیست با لول های پایین نوشتن یک بلاک چین درگیر باشید. تست ساده ای داره، توسعهش خیلی راحته. بعد از قراردادهای هوشمند پشتیبانی میکنه و حتی با پولکادات که خودش بلاکچین یک شبکه رمز ارزی هست با اون هم کاری میکنه و خب شما میتونید روی همون شبکه بالا بیارین این سیستمتون رو. و خب این بهتون اجازه میده که از اون داستانهایی که حالا اگر خودتون بخواین به صورت پیور بالا بیارین و باش سر کله بزنین راحتتون میکنه. ببینیم حالا توی چیزمون چی داریم. پشتیبانی از قرارداد هوشمند رو که توضیح دادم بهتون، یک پارچگی با اکوسیستم پولکاداته که این رو هم گفتم. ساختار بلاکچین های سفارشی که میتونید اون بلاکچین هایی که میخواین رو توی اون چارچوب پولکادات پیاده سازی بکنید. و موضوع بعدی که ما داریم مهندسی داده است، دیتا انجینیرینگ. احتمالاً اسم مهندسی داده رو زیاد تا حالا شنیدید، ممکن هم است نشنیده باشید. موضوع جذابیه واسه کسایی که علاقه دارن به این بحث ها که میگم چه بحثی. مهندسی داده در واقع شامل جمع‌آوری داده، پردازش داده، ذخیره سازی داده ها، توزیع و انتقال اونها، مدیریتشون، توسعه و نگهداری اون ابزارهایی که اینجا اتفاق میفته واسه کار کردن باهاشون هستش. در واقع یعنی چی؟ یعنی اینکه شما خب اول باید یه دیتایی رو جمع‌آوری کنید، بعد حالا اون رو ذخیره کنین، یعنی با دیتابیس ها سر و کله بزنین، بتونین پردازش بکنین اونها رو، دیتا کلینینگ انجام بدین، بتونین تفسیر دیتا بکنید. ریاضیات زیادی لازم داره، فرمولای خیلی گسترده‌ای داره. توی همین زیر مجموعه اگر من بخوام بهتون یک فریمورک رو معرفی کنم در ادامه، فریمورک آپاچی اسپارک هست که میخوایم بهتون معرفی کنیم. فریمورک آپاچی اسپارک یه فریمورک متن باز اوپن سورس که توسعه داده شده برای اینکه داده های کلانی رو پردازش کنه، مخصوصا انجام محاسبات در حجم های بزرگ که پیچیدن. تو این مسیر هم خب یه سری ویژگی‌های خاصی داره، مثل اینکه پردازش سریع و درون حافظه داره. پردازش سریع درون حافظه یعنی چی؟ یعنی اینکه خب اون داده هایی که داره روشون کار میکنه رو به صورت موقت توی رم نگه میداره و خب به سرعت اونا رو پردازش میکنه. خب این همین عمل باعث میشه که سرعت پردازش خیلی افزایش پیدا کنه. کتابخونه‌های قوی داره برای کار کردن با سیستم‌های مختلف. و بریم یه نگاه کنیم به جزئیاتی که اینجا نوشتیم. خب همونطور که میبینین پردازش داده های بزرگه که خب بهش اشاره کردیم، یکی از فریمورک های پیشرو برای پردازش داده های بزرگه. چیز بیشتری دیگه الان فکر کنم در موردش نیاز نیست بگم. و پس بعدی اون پشتیبانی از یادگیری ماشینه که خود این هم به دلیل همون کتابخونه‌های قدرتمندیه که داره، مثل اسپارک املیب ببخشید، که ساخته شده بابت این که بتونه این رو بتونیم اون دیتا ها رو ما آماده کنیم برای اینکه توی یادگیری ماشین استفاده کنیم. و موضوع بعدیمون استقرار در محیط های ابریه که خب خیلی مهمه. ما داده ها رو خیلی اوقات اونجوری استفاده میکنیم، یعنی ما مثلا توی
AWS، آژور، گوگل کلاود محلی هستن که ما دیتا هامون ازشون میگذرونیم. نیازه که اونجا این سیستم یه سیستمی پیاده کنیم تا بتونیم دیتا ها رو پردازش کنیم، بتونیم از دیتا های سری نتایجی بگیریم که خب همین باعث میشه که ما دستمون باز باشه، حتما نیاز نباشه سیستم قدرتمندی رو خودمون داشته باشیم تا بتونیم این کار رو انجام بدیم. میتونیم از سیستم های آنلاینی که مثل اینایی که اسم بردم استفاده کنیم. موضوع بعدی ما فریمورک ری هست، مخصوص مهندسی داده طراحی شده، که فریمورک منبع بازه، توسعه پیدا کرده واسه اینکه پردازش توزیع شده و محاسبات موازی رو انجام بده، مخصوصا برای ساده سازی توسعه و همینطور اجرای اپلیکیشن های مقیاس پذیر. و خب یه سری از ویژگی هایی که داره، مدل برنامه‌نویسی ساده‌ای داره که خب باز موضوع مهمیه. وقتی می‌خوایم یه چیزی شروع کنیم یاد بگیریم بهتره ساده باشه. بعد مدیریت کارها به منابع بهمون میده، پشتیبانی میکنه از یادگیری ماشین، API های پایتون رو داره و حتی میتونه پشتیبانی کنه از مدل ها و پردازش های جریانی. حالا بریم ببینیم اینجا چی داریم. خب مبحث اولی که اینجا نوشتیم محاسبات توزیع شده در پایتون که بهش اشاره کردیم، که در واقع چارچوب بهمون میده برای اینکه بتونیم محاسباتمون رو توزیع شده و موازی انجام بدیم که باعث میشه سرعت بالاتری داشته باشیم توی محاسباتمون، نتایجی که میخوایم رو سریعتر بگیریم که خب سرعت یکی از عناصر مهم ما توی برنامه نویسیه تو دنیای امروز. موضوع بعدی اون پشتیبانی از یک پارچگی با سایر ابزار هاست. خب از اونجایی که ما نیاز داریم وقتی یک کاری رو میکنیم بین اجزای مختلف سیستممون همگونی داشته باشیم، همسویی داشته باشیم، خب ری خودش میاد این قابلیت رو بهمون میده با مدل های هوش مصنوعی که معمولا مهندسی داده توی اونا استفاده میشه، یعنی تو موضوع هوش مصنوعی استفاده میشه. خودش میاد با فریمورک های مثل تنسورفلو و پایتورچی که در موردش صحبت کردیم به سادگی هماهنگ میشه و خب اجازه میده که ساده تر استفاده کنیم. موضوع بعدمون توسعه پروژه های هوش مصنوعی. همونطوری که باز اشاره کردیم خودش این قابلیت رو داره که بهمون اجازه بده ما خیلی ساده تر بتونیم مدل های هوش مصنوعیمون رو انجام بدیم و از مدلامون رو ترین کنیم و کارهای دیگه زیر مجموعه ماشین لرنینگ. خب این آخرین مبحثمون بود. ویدیو به پایان رسید. خیلی ممنونم که تا آخر نگاه کردید. لایک و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو حتما بزنید تا از ویدیوهای آیندهمون که انشالله بتونیم به موضوعات به صورت عمیق تری نگاه کنیم تو هر کدوم. همین چیزایی که گفتیم قرار آموزشش رو هم بذاریم. این موضوعاتی که من در موردشون حرف زدم، دیتاهای بیشتر و کاملتری، توضیحات بیشتر و جامعتری به صورت مثال و چیزهای دیگر رو توی یه دونه ریپوزیتوری گیت هاب گذاشتم. لینکش رو میذارم توی دیسکریپشن، حتما سر بزنین، خیلی کمکتون میکنه. خیلی ممنونم.